دوستای خوبم سلام، امیدوارم حال دلتون خیلی خوب باشه. تصمیم گرفتم برای این که شما راحت‌تر یقه انگلیسی رو الگوش رو بکشید و دوخت بزنید باهاتون همراه باشم. فقط یه نکته بهتون بگم، شاید به نظر ترسیم الگوی یقه انگلیسی به روش مولر یه کوچولو دنگ و فنگش بیشتر از در واقع متدهای دیگه باشه، ولی خودتون میبینید که چقدر عالی روی تن میشینه بدون اینکه من خط اتو اینجا بندازم. ببینید رو خط شکست ما اصلا خط اتو نداریم، بنابراین خودش برمیگرده، خودش حالت میگیره. فقط نکته‌ای که باید بدونید اینه که از ابتدا برنامه ریزی کنید که بازی یقه انگلیسیتون کجا باشه. الان برای من اولین دگمم رو سعی کردم مقابل سینه قرار بدم. حتما با من همراه باشید، لحظه به لحظه، قدم به قدم، دست تو دست هم با هم میریم جلو. دوستای خوبم، برای اینکه کار رو ادامه بدم من الگوی خودم رو کشیدم. چون قرار لباس من لباس آزادی باشه، ساسون ها رو اصلا در نظر نگرفتم، پهلوهامو کاملا صاف در نظر گرفتم، حتی این گودی پشت رو خالی نکردم. به اینهاش کاری نداریم، به اضافه اینکه اصلا میبینید ساسون سرشانه فعلا رفته تو ساسون فرانسه. من میخوام پایینش رو کمی هم فون بکنم، یعنی کمی برای آزادی از این ساسون کمک بگیرم. بحث ما سر یقه انگلیسیه. ببینید یقه انگلیسی رو من سجاف رو در آوردم و این سه گوش هم توی سجاف هست. وقتی یقه رو هم کپی میکنم توی یقه هم هست که پر رنگش کردم. الان که میخوام دور لباس رو بچینم شما توجه کنید این سه گوش توی لباس هم هست. ببینید دور یقه رو که میچینم من یک بار از در واقع یقه کپی گرفتم و ما 2 تا الگو از یقه لازم داریم برای راحتی کارمون. از یکی هم میشه استفاده کرد ولی من عموما 2 تا رو دارم. این دوره ببینید بالا تنم، ولی این یقه هم هست دیگه. حالا این سه گوشش خالی شده، من یه تیکه کاغذ میچسبونم زیر این سه گوشه. ببینید اینجا زیر این سه گوشه و اگر دوست داشتید میتونید عین همین کپی کنید، اگر نه ببینید به همین ترتیب اگر که من بچینم دقیقاً این سه گوش توی این یقم هم میفته و این هم میشه یه الگو. حیف این همه خط و خطوط روش کشیدیم الان بندازیم دور، خیلی حیفه. پس نه برای حیف بودن و بچه از همین هم میتونیم استفاده کنیم دیگه. این شد الگوی یقه. این 2 تا یقه، سجاف، پشت و بچه این تغییرات هم اگر توی الگوی من میبینید برای اینکه من اختلاف بالاتنه پیش و پشتم بیشتر از شیشه و ایراد اندامی رو باید لحاظ کنم. اگر این کار رو نکنم جلوی لباسم یا میپره بالا و حالا عزیزانی که دوره رو گرفتن میدونن چه اتفاقاتی میفته. حالا دست بر قضا من برای خودم الگو کشیدم. حالا من این تغییراتی که لازم داره برای اینکه یه مقدار پایینش رو گشاد کنم انجام میدم، میام خدمتتون. دوستان خوبم، نکته‌ای که باید یادتون بمونه و خیلی خوبه یادمون بمونه اینه که انتهای خط شکست توی بالا تنه رو ببینید اینجاست انتهاش، دقیقاً توی سجاف هم خوبه که علامتش رو داشته باشیم. این یه نکته. و نکته بعدی اینه که من یقه رو یکیشو توی دقیقاً دلای بسته انداختم و یکی دیگر رو انداختم توی اوریب. حالا اون چیزی که من تو ذهنم هست و همیشه تکرار میکنم آخر کار هم بهتون نشون میدم که چقدر بازدهی عالی داره. پس یکیش، بعضی از دوستان میگن 2 تاش هم تو اوریب بندازیم ولی خراب میشه، خیلی چیز خوبی نمیشه. حتما تکه زیری تو راستا باشه، تکه رویی تو اوریب. حالا اوریب در آوردن بارها گفتم من حق ندارم پارچم و 3 گوش تا کنم دلای بسته اوریب استفاده کنم. حتما اوریبم طوریه که دقیقاً این لبه درز میخوره. حالا برای اطمینان و برای اینکه ببینید چه جوری اوریب به دست میاد من فقط میخوام روی این نشونتون بدم که چه شکلی ما اوریب رو میتونیم در بیاریم. اگر نگاه کنید من خطکش، این حالا خطکش خوبیش اینه که این اتفاق میفته، نمیخواد شما حتما این خطکش رو داشته باشید بچه. من فقط دارم اوریب رو بهتون نشون میدم
کافیه که شما یک کوچولو حواستون رو جمع کنید، به جای اینکه این یقه به شکل کاملا صاف روی پارچه قرار بگیره، کاملا حالت میخوام بگم نیمه صاف، نه این راه باشه نه این راه. حالا ببینید این 45 رو میبینید، 45 درجه این در واقع خطکشه یا چی میگن نقاله. این رو من اگر اینجا بذارم، فاصله این لبه خطکشم تا اینجا و اینجا تا اینجا یکیه. این میشه اریب در آوردن. حالا اگر چند میلیمتر این ور اون ورم باشه هیچ اتفاقی نمیفته. اگر دوست داشتید و مثلا خیلی دیگه 45 درجه باشه، میتونید یه خط از دقیقاً ببینید این دلای بسته عمود کنید به این سمت و بعد یه خط به سمت پایین عمود کنید، از حالا همینجا عمود کنید. اگر از مرکز این خط یه خط نیم ساز بکشید میشه این اریبه، که من میگم خیلی هم سخت نگیرید. حالا چند میلی این ور اون ور بشه هیچ اتفاقی نمیفته. پس یکیشو من تو اریب در آوردم، یکیشو توی راستا. این نکته‌ای بود که من خیلی زیاد تاکید داشتم موقع برش بهتون بگم. حالا زاپاسای دوختم رو 1 سانتیمتر اینجا میذارم. میتونید برای اریبتون 1.5 سانت بذارید ولی خیلی نیاز نداره. 1 سانتیمتر دور یقه که توی دلای بسته انداختم، طوق یقم 1 سانت، 1.5 سانت، 1 سانتیمتر توی حلقه پهلو، هر چقدر که دلتون خواست. 2 تا 3 سانت ما معمولا 2 میذاریم، 2 تا 3 سانت و همینطور قسمت پیش سرشانه 1.5 1 سانتیمتر تا پایین. دور سجاف هم عین لباس 1 سانتیمتر اینجا توی یقه 1 سرشانه 1.5 قسمت جلو 1، یعنی عین دقیقاً لباس. این پهلو رو میتونید جا دوخت بذارید یا نذارید. برای سجاف پشت بچه‌ها میبینید چروک شده، من قاطی اضافه کاغذام مچاله کردم انداختم دور، بعد دیدیم ای وای سجافمون هم رفته. حالا مثل لباس 1.5 سانت سرشانه 1 سانت اینجا هم اگر برای سجاف جلو توی خط بیرونی جا گذاشتید اینجا هم جا بذارید. بچه پارچه من خیلی دختر خوبیه ها، میبینید هی این کارو میکنم برای اینکه شما ببینید، وگرنه پارچه‌ایه که خیلی راحت روی میز پهن میشه. اگر من هی میکشم این ور اون ور، این حرکت رو روی فرش یا روی سطح یه خورده ناهموار نمیشه انجام داد. خوبی میز اینه که به راحتی میشه این کارا رو کرد. من برشش رو میزنم، میام با دوخت یقه خدمتتون. ببینید دوستان خوبم، حتما این علامتی که توی سجاف من گفتم انتهای خط شکست داشته باشید، توی سجافتون این چرت رو بزنید. حتما توی سجاف چرت رو داشته باشید و من خواستم برش این قسمت یقه که توی اریب و توی راستا هست رو جلوی شما انجام بدم. ببینید این قسمت ها یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده ها، فقط من دارم تو اریب برش میزنم و برای اینجا 1 سانتیمتر زاپاس رو در نظر میگیرم. حالا میتونه زاپاسش 3 میل هم باشه و برای این قسمت یقه‌ای که توی راستا هم در آوردیم 1 سانتیمتر برای دوخت و تمام. فقط خواستم اینها رو جلوی شما برش بزنم که شما هم ببینید. حالا من میرم برای 2 تا قسمت یقم، هم قسمت زیر هم رو، و برای سجاف به شکل کامل و سجاف پشت دلخواه، این دلخواهه، ولی برای این قسمت لایی حریر یا لایی پرشین به شکل کامل، یعنی با زاپاس دوخت، یعنی با حق درز دقیقاً باید لایی در بیاد و قسمت های یقه کامل. این قسمتی که توی اریب در آوردم لاییش هم حتما باید اریب در بیاد. اگر شما حواستون نباشه این رو توی اریب در آوردید لایی رو توی راستا در بیارید، انگار خاصیت اریب این قسمت رو خنثی کردید. بنابراین به این نکته حواستون حتما باشه. من لایی بریدنم جلوی شما میبرم. من سجاف رو دقیقاً انداختم رو لایی. دقیقاً بچه ها باید لایی راستاش رعایت بشه، یعنی اگر میلیمتری این هم تفاوت داشته باشه ممکنه سجاف من بپیچه یا اتفاقی بیفته یا به غلطه به سمت تو یا بیرون. بنابراین به این نکته هم توجه کنید که تو قسمت لایی هم باید راستا رعایت بشه. میام تا دورشو میچینم و تمام میرم سراغ قسمت های یقه.
حالا ببینید من این قسمت الان دلای بسته لاییمه. ببینید اینجا یه کوچولو این زیر کم دارم که لایی رو فقط تیکه میدم، این خیلی مهم نیست، اون تیکه هم حتی توی راست است. ببینید این قسمت دلای بسته است دیگه. حالا اگر یقه‌ای که دارم روی دلای بسته به این جهت هم در بیارم هیچ اتفاقی نمیافته. من سعی میکنم حد اکثر صرفه جویی رو تو کارم داشته باشم. بنابراین به این ترتیب تا میکنم یقه لایی رو و دورش رو میچینم. پس اگر حالت بیراه لایی من لایی پرشینه بود، دقیقاً بیراهه، باز هم کج و کله نیست. ببینید صرفه جویی شد و از این قسمت لایی هم استفاده شد. اما میمونه قسمت اریب. قسمت اریب رو هم دقیقاً طوری تا میکنم که از اریب پارچم، از اریب لاییم بتونم یقه رو در بیارم. ببینید باز هم اصلا بافت پارچه داره نشون میده ها چیز رو که راستاش کجاست. این هم میشه اریب و دورش رو میچینم. همینجا من قسمت پشت یقم رو هم لاییش رو در میارم. پس ببینید چقدر خوبه که توی همه مراحل کارمون در واقع صرفه جویی رو هم در نظر بگیریم. من اصلا آدم خسیسی نیستم، ولی یه جاهایی میگم که خب به هر حال واقعا نباید دور ریزمون زیاد باشه. اینم میگم و بچه من خودم میگم خسیس نیستم. عزیزان باید بگن همه آدم هایی که یه صفت خدایی نکرده ناشایست دارن خودشون نمیگن که من اینجوری هم، میگن من بهترین عالمم، همه بدن من خوبم. حالا عزیزان دیگه باید بگن من چقدر خسیس نیستم یا هستم. خب به این ترتیب ببینید اینو تو اریب در آوردم، این تو راستاست، این تو راستای میتونم بگم بیراهه و سجافم هم که دقیقاً توی راستا. بریم سراغ چسبوندنش. یه سری نکات هم من تو چسبوندن لایی باید بهتون ببینید. موقع چسبوندن لایی اول لایی رو سمت چسبش به سمت منه، یه کوچولو هم شل. ببینید حالا یه خورده لایی ما چون تا شدگیش بد بوده خودش حالت چروک شده و این چروکه الان به من کمک میکنه. بعد دو تا قسمت سجاف رو یعنی دولا رو هم، یعنی سجاف سمت چپ و راست رو میذارم روی لاییم، کاملا میزوم میکنم. اصلا تک تک لایی رو نچسبونید لطفا، حتما این دوتا روی هم باشه. بعد قسمت رویی رو میذارم و برای این که کلا ببینید اگر مجموعه لباساتون هم قرار شد که لایی بخوره حتما به این موضوع توجه داشته باشید که یه کوچولو ببینید اگر به این حالت لاییتون رو، حالت ناخون زدن تو نونوایی میگن، یه کوچولو اگر جمع بکنید لباستون جمع نمیشه زیر لایی، خیلی درصد جمع شدنش کم میشه. بعد موقع چسبوندن لایی ببینید من اتو رو میگذارم برمیدارم. وقتی خیالم راحت شد همه قسمت ها چسبید به همون حالتی که جمع کرده بودم، حالا میتونم دقیقاً اتو رو روی لایی بکشم. اگر شما مرحله اول بکشید ممکنه که لایی کش بیاد و مشکلات بعدی رو براتون به وجود بیاره. این سمت که چسبید برمیگردونم دوباره اتو رو از روی سمت مقابل حرکت میدم که اگر قسمتیش جا مونده بود تو چسبیدن بچسبه. این همون قسمتیه که ما کم داشتیم.
ببینید حتما موقع چسبوندن من نمیام از لب به لب شروع کنم، یه کوچولو اجازه میدم لایی روی هم بیاد و بعد مقدار اضافه رو میچینم. حالا قسمت های بعدی هم همینطوره دقیقاً، یعنی بعد از اینکه خیالم راحت شد این چسبید، قسمت های بعدی مثلا این اوریب حتما یقه رو سمت چسبش رو ببینید، حتما ببخشید لایی رو سمت چسبش به سمت من باشه، یقه رو میذارم و بعد دوباره لایی و باز هم نمیکشم. ببینید همین حالتی که خودش داره و حتی یه کمی به این ترتیب، ببینید اغراق‌آمیزش این میشه، یه کمی شل لایی رو روی این قسمت یقه میذارم. بعد از اینکه اتو رو گذاشتم و برداشتم، برمیگردونم این سمت و بعد اتو رو میکشم. ببینید اگر این کارو بکنید، میخوام بگم بچه ها، این لبه های لاییتون اگر یه ذره بزرگتر از پارچتون باشه به سطح میز اتوتون نمیچسبه. این یکی دیگه باید باز بشه، پشت یقه باز شد. بچه یه چیزی بگم، ما الان این میز مکشه من استفاده نمی کنم که در واقع شاید برای شما دشوار باشه گرفتنش، ولی استفاده نکردم، الان استفاده میکنم. شما ببینید چقدر دنیا متفاوت میشه با این میز مکش. ببینید لایی رو که این شکلی میذارم، یه کوچولو هم شل میذارم، وقتی من از این میز مکش صدا زیاد میشه، من مجبورم که یه خورده بلندتر حرف بزنم، ولی ببینید وقتی که این رو میذارم چسبوندن لایی بهتر و سریعتر میشه. ببینید دیدید چه اتفاقی میفته وقتی که دولانیس میذاریم. حالا اینها رو ما میکنیم که آسیب بیشتر نبینه و خوبیش اینه که این تون عوض میشه دیگه بچه ها. این یه لا پارچه ما روی میز میندازیم که اگر این اتفاق افتاد بتونیم تون عوض کنیم. این هم از چسبوندن لایی. بریم سراغ دوخت. دوستان خوبم، ببینید موقعی که من میخوام در واقع سجاف رو آماده کنم برای یقه، ببینید هنوز دور یقه رو ندوختم. این سجاف پشت که در آوردیم، سجاف جلو هم داریم و دقیقاً ما عین لباس سجاف رو میدوزیم، یعنی با همون 1.5 سانت زاپاس سرشانه‌ای که توی لباس داشتیم، سجاف رو هم با همین 1.5 سانت که جادوخت براش گذاشته بودیم همین رو میدوزم. یعنی لباس من سجاف هم عین لباسم هست. این طرف رو هم به این سمتش میدوزم. ببینید دقیقاً این لباس میشه، یعنی یه قسمت بالای یقه انگلیسی کاملا مشترکه و این سمت سجاف رو هم میدوزمش. بعد قاعدتاً چون سرشانه ممکنه دیده بشه سرشانه سجاف، اگر لازمه من این قسمت لبه ها رو سردوزش رو میزنم، دور سجاف رو سردوزش رو میزنم، بعد ادامه میدم کارم. پس ببینید سجاف آماده شد، لباسم به همین ترتیب آماده میکنم، سردوزهاشو میزنم که بخوام یقه رو نصب بکنم. حالا میرم سراغ آماده سازی خود یقه. ببینید ما این قسمت رو تو اوریب داشتیم، اگر یادتون باشه من اینجا رو یه ذره کمتر از 1 سانتی متر جای دوخت گذاشتم، دقیقاً سر همین حالا 7-8 میلی که گذاشتم چرخ میکنم. اگر دوستان خوبم سختتون بود ادامه این کار که مثلا بدون اینکه خط کشی کنید کارتون رو ادامه بدید، میتونید روی الگو رو دقیقاً روی این قسمتی که به راه در آوردیم دقیقاً بذارید رو دلای بسته، دور الگوتون رو خط بکشید.
من این قسمت رو چون 1 سانتی متر زاپاس دوخت گذاشتم با خیال راحت میدوزم. نکته ای که میمونه الان من باید این قسمتی که توی اوریب بود و درز پشتش رو دوختم، این درز رو باز کنم، اتو کنم، بعد بیام بدوزم به این یکی قسمت. ببینید این درز باز میشه، اتو میشه، اگر لازمه کوچیکتر میشه، بعد به زیری دوخته میشه. حالا اگر شما اونجا دوخت رو مثلا سختتون بود به روش من جلو برید، یادتون بمونه، ببینید با تاکید میگم رو این قسمتی که به راه هست میتونید الگوتون رو بذارید و خط بکشید. و نکته بعدی، شما این مبنای کارتون میشه، این قسمتی که توی راه در آوردی مبنای کارتون میشه. اگر اوریب رو گذاشتید روی زیری، الان ببینید مال من اندازه است چون پارچه من خیلی کش و بش نمیاد. اگر احساس کردید اوریبتون یه ذره داره بزرگتر میشه از زیری، بذارید من چرخو خاموش کنم. اگر احساس کردید اوریب داره خودشو ول کرده و بزرگتر شده، حتی الامکان این لبه ها رو روی هم بذارید و اجازه بدید این اضافه بره به خورد زیری، یعنی نذارید در بره از اطراف، اجازه بدید که سوار پایه زیری بشه. من این دوتا لبه رو اتو کردم ولی نیازی به این همه جا دوخت ندارم. این همه مثلا ممکنه توی یقم خیلی زیبایی نداشته باشه، بنابراین این دو قسمت رو یه خورده سبک دو قسمت نیست، یه درزه، دو لبه رو سبک میکنم، میذارم روی هم دیگه این دوتا رو و دقیقاً دورش رو به فاصله، ببینید اگر عرض کردم روی این خط کشیده بودید، بر اساس این سمتی که خط کشیدم زیری رو هم مچ میکنم و دورش رو چرخ میکنم. حالا من چون اون خط رو ندارم، بر اساس چشمی ترجیح میدم شما هم دیگه بذاریم کنار دیگه، این خط کشی و نمیدونم اینها رو بذارید کنار و شروع میکنم به چرخ کردن. میتونید برای اطمینان اگر که قرار نیستش که کوک بزنید و از روی خط کشی برید، دقیقاً وسط زیری رو به دست بیارید، چون این قسمت روی من تو اوریب هست وسطش مشخصه، اما میتونم این رو به این ترتیب وسطش رو پیدا کنم، لبه درز رو با چرت زیر مماس کنم، محکم کنم، بعد دور رو بدوزم. حالا شروع میکنم به دوختن. ببینید دقیقاً وسط به وسط گذاشتم و شروع میکنم به فاصله 1 سانتی متر از بچه ها. یادتون باشه بعضی از بچه های حضوری من این اشتباه رو میکنن، این لبه رو چرخ میکنن به امام حسین، این ور رو باید چرخ کنید، یعنی باید خیلی حواستون جمع باشه که این اشتباه رو نکنید. این سمتی که زاویه داره اصلا میره تو خود لباس، یعنی به یقه، به دخت دور یقه کاری نداره. ببینید اینجا رو میدوزم. یه نکته طلایی بچه ها میخوام بهتون بگم، وقتی به این کنج و زاویه رسیدید بهتره که سوزنتون رو ببینید این شکلی نذارید بعد زاویه درست کنید، یه دوخت مورب برید. خانم معجزه میکنه این کار توی برگشت سگوش اون کنج یقتون، بسیار کمک میکنه و خیلی خوبه. دور یقه رو به این ترتیب میدوزم و ببینید سوزنم رو تا آخرین لحظه بر نمیدارم که این دوتا وسط ها از روی هم حرکت نکنن. ببینید الان برای من دقیقاً همه چی آروم و سر جاشه. حالا من اوریب رو گذاشتم رو، خیلی فرقی نمیکنه شما اوریب رو بذارید رو یا اون قسمت راستا رو، اگر کوک زده بودید که دیگه تحت هیچ شرایطی تفاوت نمیکرد. ببینید به این من عادتم شده به هر کنجی که میرسم یه دوخت مورب میزنم. یعنی چی؟ اگه بخوام تصویری نشون بدم، ببینید این درزه، خب بعد اینجا میشه زاویه، شما بیاید این کنج یه دوخت مورب اینطوری داشته باشید بعد بدوزید. آقا این یه دونه دوخت 3 تا نشه، یه دونه. ببین صاف چه خط خطی میکنم لباس نازنینم رو، یه دوخت مورب و اینجوری. این خیلی توی برگشت تیزی یقتون کمکتون میکنه. خب به این ترتیب دور یقه رو دوختم. حالا میرم همه کارهایی که لازمه انجام میدم. این درز رو باز میکنم، ببینید اتو میکنم، اینجا رو باز میکنم، اتو میکنم و دقیقاً حالا از بالشتک استفاده میکنم، به هر ترتیب این درز باز میشه و اتو میشه.
نکته‌ای که در واقع ممکنه که بعضی از عزیزان با این اتو کردن راحت نباشن، شما میتونید تا جایی که امکان داره این لبه درز رو بدید به سمت، ببینید این قسمت راستا یا اونی که اریب نیست، و این لبه رو نیش بخیه برید. من خودم با نیش بخیه خیلی کیف نمی کنم، خیلی باهاش ارتباط نمیگیرم، ولی تو بعضی لباس هایی که خیلی لخت هستن، خیلی نمیدونم بعد از اینکه من هر کاری بکنم بازم ممکنه رو هم سر برن، توی این پارچه ها مفیده. ولی من این حرکت رو با اتو کردن انجام میدم. حالا میریم اتو میکنیم، این قسمت رو آماده میکنیم برای اینکه به لباس و سجاف نصب بشه. قبل از اون من سردوزهای دور اینجا و لباسم رو هم میزنم. میریم سراغ، اول اینو اتو میکنم بچه ها، اول اینو اتو میکنم، سردوزا رو میزنم، میام سراغ بقیهش. ببینید این درزها رو دقیقاً به این ترتیب باز میکنم، هم این سمت رو ببینید، هم سمت لاسکنه رو، هم سمت پشت یقه رو این شکلی میذارم روی هم. اگر دوست داشتید میتونید از نیش بخیه استفاده کنید. خب این یه پروسه سخت‌تر و زمان برتری هست. از بالشتک میتونم استفاده کنم، میتونم مستقیم روی میز اتو بذارم. به این ترتیب ببینید این درس‌ها وقتی که باز میشن و اتو میشن، من تمام حواسم به این هست که اتوی من سمت این اریبه نیاد، چون اریبه روی کار ما هست. اگر دوست داشتید میتونید اینجا یه خورده درز رو سبک کنید، یا اگر لاییاتون بیرون زده مثل اینجا، ببینید این لایه ها رو در واقع بچینید که خدای نکرده به کف اتوتون، خدای نکرده که نگه نکنید میچسبید که، پس اینها رو میتونید سبک کنید. من به این ترتیب دوره یقم رو به این چقدر حرف میزنم، خب تو سکوت بگو. نمیتونم بچه ها، طاقت نمیارم که تو سکوت کار انجام بدم. حتما باید با شما ارتباط بگیرم، حتما. خب بعد ببینید این سه گوش، این کنج باید که خالی بشه، هر دو سمت. بعد یقه رو برمیگردونم، اگر برنگشت با این نوک درفش یا سوزن کوبلن، یه سوزن زخیم، هیچ وقت با بشکاف سعی نکنید این کنج ها رو برگردونید، به این ترتیب برمیگرده. خب حالا باید اینجا رو میبینید، من همیشه میگم وقتی این درز رو اتو میکنیم عین مویی میشه که سشوار کشیده، دیگه کنترلش دست منه. طوری اتو میکنم، میتونم این طرف رو بذارم رو که شما هم ببینید، طوری این لبه ها رو اتو میکنم که ببینید درز رو ببینم، دارم الان درز رو میبینم. از این سمت که اریب من هست هیچی دیده نمیشه، پس طوری اتو میکنم که درز رو ببینم. همه این دور رو اتو میکنم. اگر از این سمت ببینید این اریبه است، زیریه، اگر چیزی زد بیرون این اضافه رو میچینم، اگر نچینیم ممکنه موقع دوخت دوباره برگردونیم سر جاش، هرچی اینجا رشته کردیم پنبه بشه. ببینید حتما یه طوری اتو رو میذارم، حتی تو این لاسکنه هم باید حواسم به این قضیه باشه، وگرنه کارم خوش سکه و درجه 1 نمیشه. ببینید این الان کنج لاسکنم شد، اینجا خوب گوشم در نیومد، یه خورده این زاپاسه زیاده. میبینید پارچه من بچه جنسش کتونه گلداره، خیلی چیز خوبی بود برای این کار. خب برای چی من گفتم اتومون بیشتر روی بدن را بره؟ ببینید اینجا اگر خط اتو بمونه اشکالی نداره، زیر میمونه، ولی اگر اتو رو من اینجا خیلی زیاد بدنه اتو رو میذاشتم، این خط در واقع روی سجاف میموند و قسمتی بود که از لباس که به نمایش گذاشته میشد تو دید بود. بنابراین
ما انقدر تاکید داشتیم بدنه اتو روی اون لبه حرکت کنه. حالا ببینید این مقدار اضافه رو من میچینم و دور میریزم، یعنی این اتفاق باید بیفته. حالا میریم سراغ ادامه کار، نصب یقه و سجاف و دیگه اتمام کار. حالا ببینید من سردوز رو زدم، اتو کردم کارم رو. قبل از هر کاری یقه وقتی آماده شد، ببینید بچه ها این مدل نصب یقه برای بلوز خوبه، برای شمیز خوبه، برای کت و پالتو ما از روش دیگه استفاده میکنیم. بعد از اینکه این کارو کردم اول یقه رو به سجاف متصل میکنم، بعد میرم به لباس وصل میکنم. پس لباس اجالتا مورد نیاز من نیست، من فعلا فقط سجاف رو لازم دارم. ببینید وسط سجاف پشت رو پیدا میکنم، یعنی چجوری دوتا درز سرشانه رو میذارم روی هم، دقیقا این وسط رو پیدا میکنم و یه چرت کوچولو اینجا میدم. حالا میخوام سجاف رو در واقع به یقه نصب بکنم. حواسم هست این قسمتی که درز داره میاد روی سجاف زیری قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی این قسمت درزدار روی سجاف قرار میگیره و دقیقاً درز وسط یقه من روی این وسط هست. اینجا رو سوزن میزنم و فیکسش میکنم. بعد یه دور چک میکنم آیا این زاویه من سر جاش هست. دقیقا این زاویه بیرونی باید به این زاویه داخلی یقه برسه با 1 سانت اختلاف. ببینید پس کار ما درسته. حالا میتونید خطوط در واقع یقه رو، خطوطی که توی یقه داشتید، یا این که خودتون خط بکشید به فاصله 1 سانتی متر، هر طوری که کارتون راحت تر بود. دقیقاً من این کنج رو حالا چشمی میرم جلو، این کنج رو ببینید اگر که خودکار بکشم اینجا 1 سانتی متر جای دوخت من هست. میبینید اگر اینجا رو بکشید، از اینجا هم بکشم، اگر سختتون بود بچه ها این خط رو تا آخر امتداد بدید. ببینید تا آخر بکشید، از اینجا هم دقیقاً این شکلی بیاید که این تقاطع رو به دست بیارید. روی سجاف هم چه اتفاقی میفته؟ ببینید اینجا 1 سانتی متره و اینجا هم 1 سانتی متره. پس این کنج رو من لازم دارم و این کنج. این دوتا رو روی هم در واقع ثابت میکنم. یعنی از این کنج سوزن رو میفرستم داخل و اینجا هم دقیقاً این کنج. ببینید زاویه یقه رو میذارم روی هم. بعد از اینکه این کارو کردم دیگه فیکس میکنم، نگاه میکنم. ببینید اینجا نباید نه از لباس اضافه داشته باشم نه از سجاف، اگر که نه از یقه نه از سجاف. اگر این کارو بکنید و در واقع ادامه بدید، یعنی اتفاقی نیفتاده باشه، خوبه. اگر یه کوچولو سجافتون اضافه بود میتونید سجاف رو کمی شل بگیرید تو دوخت. اگر از یقتون اضافه بود یه خورده کار سخت میشه که بعید این اتفاق بیفته، چون ما بر اساس برنامه ریزی جلو رفتیم بعید این اتفاق بیفته. همین حرکت رو من با این سمتم انجام میدم، یعنی کنج اینجا رو دقیقاً علامت میزنم و میام توی کنج این زاویه سوزنم رو میزنم به این ترتیب که فیکس شد. حالا باز با این سمتم ببینید، خب قطعاً این سمتم هم با اون طرف هیچ تفاوتی نداره. بدون اینکه بکشم یا اتفاقی بیفته این دوتا لبه کاملاً با هم دیگه مچ هستن. خب بریم سراغ چرخ کردن. حالا من میخوام این دوتا رو به هم چرخ کنم. چطور چرخ میکنم؟ سعی میکنم سجافم رو به سمت خودم قرار بدم و فرم دوخت و نوع دوخت من باید طوری باشه که ببینید از اینجا این 1 سانتی متر جای دوخته. اگر دوست داشتید میتونید جا دوخت رو منتقل کنید روی پارچتون. این هم جای دوخته مونده. اگر بتونید چشمتون رو عادت بدید به اینکه 1 سانت رو تشخیص بدید، یه خورده زمان بر هست ولی یاد میگیرید. ببینید دقیقاً این کنج و زاویه رو بدون اینکه من این سوزن رو از جاش بردارم تا کنجی که ببینید چون لایی داره بچه‌ها اصلاً جای نگرانی و ترس نداره. پس تا این کنج رو من چرت میزنم، چون اگر چرت نزنم این رو ببینید من الان چرت ندارم، اینو نمیتونم به این لبه برسونم. ببینید اینجا وقتی چرت نداریم نمیتونیم این کارو بکنیم، اما وقتی چرت میزنیم ببینید کاملا سجاف میتونه بچرخه
برگرده روی این لبه یقه ما. پس این چرت رو همین الان من میزنم، بعد میام طوری سجاف رو روی یقه میذارم، ببینید که کاملا این دوتا لبه با هم مماس باشن. حالا شروع میکنم به دوختن به فاصله 1 سانتیمتر دقیقا میام تا این کنج سوزن رو توی پارچه میذارم و ادامه کار رو میبینید. پس من از اینجایی که یقه هست شروع میکنم، از این قسمت. ببینید دوستان، خب خیلی راحت تر بود من این زاویه رو درست نکنم و حالت هلالی بدوزم، در واقع یقم به حالت هلالی باشه، ولی یادتون بمونه یقه‌ای که ما حالت این کنجش رو زاویه دار درست میکنیم ایستایی بی‌نظیری توی تن داره، یعنی اصلا قابل قیاس با اونی که من اینجا رو هلالی بدوزم و کارم خیلی خیلی راحت تر باشه نیست. ببینید میام تا این کنج، حالا دیگه سوزن رو هم میتونم بردارم، فقط باید حواسم باشه این لبه سجاف الان به این شکله. خب من میام به کنج که رسیدم دقیقاً سوزنم داخل پارچه میمونه، پایه رو بلند میکنم، این تا خوردگی رو میدم به سمت بالا و ادامه میدم کارم رو، میام تا طرف دیگه. حالا یه کار دیگه ای که میتونید بکنید اگر این کنج رو نتونستید کنترل کنید، کار دیگه ای که میتونید بکنید رو من روی این سمت بهتون میگم. حتی الامکان این سوزن رو بر ندارید تا سوزن بهش برسه، سوزن چرخ به وسط رسید دیگه، سوزنی که برای فیکس کردن داشتم و باز میکنم، میام اینجا ببینید. حالا این طرف ببین من اصلا علامت ندارم دیگه، میخوام بگم دیگه کم کم باید چشم عادت کنه. چرت این طرفی رو دقیقاً میدم. حالا برای راحت تر شدن کارم میتونم این لبه رو ببینید بزنم کنار، میبینید اینجا رو دوختم رو بزنم تموم کنم، یعنی از این لبه بیام بیرون، ببینید از این لبه و کاملا از کنج این چرت بیام بیرون، ببینید این هم یه راهشه و نخم رو قطع کنم، دوباره این لبه رو این شکلی برگردونم روی لبه یقه خودم و اینجا رو از کنج چرت چرخ کنم. منتها تو این روش باید حواسم باشه موقعی که میخوام برگرد رو بزنم این لبه رو بهتره بزنم کنار که دوباره از اینجا بتونم چرخ برم. پس حواسم به این هست. حالا این لبه رو برمیگردونم و اینم میزنم کنار. نزدید کنارم اتفاقی نمیافته ها، یعنی اصلا نگران نباشید، ولی من خودم ترجیح همینه که کنار باشه. حالا اگرم سختتون بود به اون روشی که اون سمت اومدین انجام بدید، ولی هر دو راهش خیلی خوبه بچه ها، خیلی هر دو مثلا به هر روشی که انجام میدید فوق العاده است، یا چرت و سوزن توی گوشه بمونه یا چرت و رد کردن دوخت. خب به این ترتیب این 1 سانت رو هم اینجا دوختم دیگه، بیشتر از اینم لازم نداریم چون یقمون تموم شد، یعنی دوخت تا اینجایی که یقه هست. حالا شما اصلا ببینید اینجا رو وقتی که من این لبه رو باز میکنم اینجا نه نیشگون گرفتگی داریم نه سوراخ پیداست، این طرف نه نیشگون گرفتگی داریم نه چاله هست نه سوراخ پیداست. این زاویه باید به همین تمیزی در بیاد. بعد از این کار من میرم میشه در واقع لباس رو میارم کنار دستم و همین راه رو توی لباس انجام میدم، یعنی همون چرت همون کنج همه چی رو دقیقا روی لباس هم انجام میدم. ببینید این لباس منه، دقیقا لباس روی یقه قرار میگیره دیگه، سمت سجاف نیست. و حالا اگر وسط پشت درز پشت لباستون بود، من الان این رو روی دلای بسته انداختم برای اینکه اصلا لباسم لباس گشادیه. ببینید حتما وسط پشت یقه رو هم پیدا میکنم و وسط به وسط سجاف هم میذارم.
همون فیکس کردن ها و همون چرخ کردن ها. ببینید به این زاویه رسیدم. این قسمت ببینید لباس چون لایی نداره، اون چرت زدنه یه خورده توش باید با احتیاط انجام بگیره، یعنی باید اطمینان پیدا کنیم. اگر احساس کردید ممکنه که خطا داشته باشید، حتی اگر لباستون لایی نداره، این کنج رو لایی بچسبونید که جلوگیری کنه اگر در واقع شما چرت زدید، این لایی که میچسبونید جلوگیری میکنه از اینکه ریش ریش بشه پارچتون، چرتتون جلوتر بره. حالا یه حرکت دیگه هم که میتونیم انجام بدیم اینه که ببینید دیگه من سجاف رو بذارم سمت خودم، میبینید سجاف سمت خودم باشه، شروع دوختم از این زاویه باشه برای اینکه خطایی صورت نگیره. نگاه کنید از این چرت باشه تا اون سمت. بچه هزاران راه وجود داره ها. ببین من اون طرف و این طرف رو به یه راه گفتم، این طرف رو به یه راه گفتم، الان دارم اینجا رو به یه راه میگم. مهم اینه که خروجی کارمون بهتر باشه و من دارم اونی که ببین حالا شاید به نظر سخت بیاد ولی کیفیت کارم 1000 برابر بهتر میشه. میام ایوای این اتفاقا میفته، اب نداره. میام تا ببینید از این زاویه شروع کردم تا اون سمت دقیقا زاویه تموم میکنم. چرا من این کارو میکنم؟ چرا سجاف به سمت منه؟ برای اینکه من نمیخوام دوختی که از این طرف میزنم. ببین چون اینجا هیچ مبنا و ملاکی نداریم دیگه، این دوخت جدید فاصله داشته باشه از دوخت قبلی. بنابراین وقتی از این طرف دارم چرخ میکنم دقیقا رو همون دوخت قبلیم چرخ رو میرم. این خیلی به من کمک میکنه که دوخت تمیزتری داشته باشم. ببینید رسیدم تا این زاویه و دقیقا این کنج زاویه اینجا دوختم رو تموم میکنم. ببینید دیگه دوخت معکوسم یه کوچولو، ببینید رسیدید به زاویه، 2 تا دونه دوخت برگردید به سمت عقب. حالا ببینید از این طرف که نگاه میکنیم دنیا قشنگی های خودش رو داره. حالا من میتونم چرتم رو تو این قسمت بزنم، میبینید تا بیخ دوخت. فقط لباس ها بچه ها، یقه مقه رو چرت نمیزنم، فقط لباس و برمیگردونم این لبه رو روی بقیه کارم و دوباره همین دوخت رو ادامه میدم. درست شد؟ پس از این کنج میتونم از این کنج شروع کنم به دوخت برم تا انتهای کار و در عین حال میتونم از اینجا هم ادامه بدم برم پایین. حالا یه نکته بهتون بگم بچه‌ها، قبل از اینکه من این دوخت رو انجام بدم خیلی خوبه که شما بیاید این 2 سمت سجاف رو که یقه رو به لباس دوختید اندازه بزنید، ببینید که آیا این 2 تا لبه، ببینید لاسکنتون برابر تو دوخت رفته یا نه. اگر کارتون رو درست انجام داده باشید که قطعا درست رفته، ببینید این الان اینجاست، این اینجاست، ما اینجا هیچی اضافه و کم نداریم. حالا دوخت بعدیتون هم به مراتب همین شکلی میشه. حالا من این سمت رو بدوزم بعد برم سراغ این سمت. در این حال ببینید وقتی که این کارو کردم میتونم وقتی به اینجا رسیدم دوباره از اینجا هم دوختم رو تا پایین برم، یعنی سجاف رو تمومش کنم. یعنی تو اینجا رو توی مرحله انجام بدید. اگر دوست داشتید که از یقتون اطمینان پیدا کنید میتونید توی 2 مرحله برید، یعنی اول یقه رو تموم کنید بعد قسمت جلو رو. حالا این هم بریم. میتونم اینجا دوختم رو تموم کنم، میتونم یه حرکت خوب بزنم به این 1 سانتیمتری آخر که رسیدم دوباره یه دوخت مورب و سجاف رو این قسمتش رو
به لباس بدوزم قسمت لاسکنه جلو رو. و چرت ما ببینید، چرتی که برای خط شکست گذاشته بودیم، ببینید هم توی سجاف هم هست که لایی بهش چسبید. اگه بخوام چیز کنم بچه میبینید یه ذره لایی من زده بیرون، اشکال نداره. این دوتا دقیقا روی همدیگه هستن. من لایی رو ندید میگیرم و لباسم رو روی هم میذارم. به این چرت که رسیدم، به این چرت انتهای شکست، سعی میکنم ببینید زاویه دوختم رو یه ذره عوض کنم. یعنی از اینجا به بعد پایه رو بلند میکنم و کاملا صاف میام تا پایین لباس. حالا بریم سراغ اون سمت. اون سمت یا میتونم از پایین شروع کنم بیام بالا، یا از پایین شروع کنم بیام بالا، یا همینجا یقه رو اول درست کنم بعد برم سراغ بقیه کارم. یقه رو چجور درست میکنم؟ اگر این سیبیل نخا بذاره، ببینید دوباره چرت اینجا رو کامل تا این سه گوشه میدم تا این کنج. این لبه رو بر میگردونم. ببینید اینجوری بود، من این چرت رو دادم، این لبه لاسکنه پایین رو بر میگردونم روی اینجا و این قسمت رو چرخ میکنم. باز هم سعی میکنم از سمت سجاف چرخ کنم که پس و پیش نشده باشه. دوختم پس و پیش نشده، دوخت جدیدی که میخوام بزنم. ببینید دقیقاً این کنج، برای اینکه من با برنامه ریزی این کارو کردم، هیچ اتفاق بدی برای لباسم نخواهد افتاد. حالا توی لباسم رو نگاه کنید، من اینجا سجاف رو امتحانش رو پس داده بود که خیلی هم خوب شده بود. ببینیم تو لباسمون چه اتفاقی افتاد. همیشه یادتون باشه لباس بیشتر در معرض خطر اون سوراخ و رو هم رفتگیه. اگر شما دقیقاً این مراحل رو درست انجام بدید، هیچ اتفاق ناگواری برای، ببینید این کنج یقه و در واقع بالاتر است. پس به این ترتیب حالا موند کجا؟ موند این قسمت سجاف جلو. من میتونم به این ترتیب برگردونم، سوزنامو بزنم، چون میخوام از پایین به بالا شروع کنم، میخوام سجاف به سمت من باشه موقع چرخ کردن. به این ترتیب سوزنامو افقی میزنم و کارم رو تموم میکنم. حالا به آخر که رسیدیم اون دوخت موربه رو ببینید چی کار میکنیم که خیالتون راحت باشه. ما این دوخت مورب رو تو این سمت هم داریم. بچه این دوخت مورب خیلی دوخت واجب آنچنانی نیستا، برای قشنگی کار میگم، ولی من دیگه عادت کردم واقعا به این که تمام زاویه ها رو این دوخت چیز رو داریم. ببینید چرته انتهای خط شکست من اینجاست، تا اینجا کاملا صاف اومدم بالا. سوزن توی پایه میمونه، لباس رو میچرخونم و میام تا لاسکنه بالا. حالا برای دوخت موربم میتونم اینجا ببینید به این آخر که رسید خودم این دوخته رو موربش کنم و یه کوچولو رو این دوخت بالا هم بیام. تمام. حالا باید یه دور دیگه برگردونم دقیقاً یقه رو و لاسکنه پایین رو. ببینید فعلا اینجا رو نچینید، فعلا اینجا رو نچینید، به این ترتیب به سمت داخل تا بزنید
از کنج برگردونید با لاسکنه بالا مقایسه کنید آیا دوتاش با هم برابر هستن. اون سمت رو هم همین کارو میکنیم. ببینید من عجی نکردم دیگه، جلوی شما حرکت رو انجام دادم. اون سمت رو هم حتما این دوتا لبه رو تا میزنم به سمت داخل. ببینید از روی دوخت برمیگردونم، این کنج درست میشه، برمیگردونم و دوتا لبه رو باید که کنجش درست در نیامد. خب ببینید این دوتا لبه رو با هم قیاس میکنم که آیا دوتا با هم برابر هستند یا نه. وقتی که این دوتا لبه رو روی هم گذاشتیم دیگه خیلی چک میکنیم از اینجا بالا پایین نباشن و از این لبه پایینی هم لاسکنه هم با هم تفاوتی نداشته باشن. ببینید اگر در حد مثلا شاید بگم 2-3 میل بود، ببینید الان برای ما هست یا نه. اگر در حد 2-3 میل اختلاف داشتن برمیگردم. الان ببینید خوبه، این دیگه خود خطایی دیده چون زیری رنگیه. کاملا این دوتا باید با هم برابر باشن. اگر یک کدوم بزرگتر از اون یکی بود با بالایی مقایسه کنید ببینید کدومش میزنه بیرون. اون رو مثلا اون مقداری که اضافه است رو برگردونید از داخل. مثلا اگر اینجا اضافه است اینو برگردونید از داخل و اون 2-3 میل رو بیاید این طرفتر و چرخ کنید. حالا ببینید دوستان، من باید برم سراغ اتو و بقیه کارم رو اتو کنم. این قسمت بالا رو حتما این شکلی سبک کنید، یعنی وقتی خیالتون از لاسکنه راحت شد. این قسمت ها لازم نداره و حتما خط شکست رو یه چرت مورب بزنید. چرتتون عمود نباشه هرگز به درز. من خودم خیلی خوشایندم نیست چرت. ببینید نزدیک درز که رسید اینجا رو یه چرت اینطوری داشتم ولی نزدیک درز که رسید چرتم رو مورب کردم. حالا میرم پشت اتو این درزها رو باز میکنم. باز مثل بالا میتونم نیشبخیه بزنم. حالا من یه سمت رو نیشبخیه میزنم، یه سمت درز رو باز میکنم. ببینید برای نیشبخیه زدن این چرت هم درست کنم، چرت خط شکست رو. من این سمت رو میخوام با نیشبخیه برم. میخوام ببینید که با این حرکت هم میشه کار رو انجام داد. برای بلوزها و لباسهای دم دستی در واقع خیلی هم خوبه. اینجا الان سجاف ما هست. خب من خیلی زیاد به خاطر حالت یقه انگلیسی که نمیتونم بالا برم. تا هر جا که چرخم اجازه میده، پایه چرخم اجازه میده، میرم بالا و این لبه رو دقیقاً ببینید دوستان، جادوخت رو کلن من به سمت لباس برگردوندم. این قسمت بالا رو جادوخت به سمت بالاست و این نیشبخیه من روی لباس انجام میشه. ببینید روی لباس میام تا کجا؟ تا خط شکست. خط شکست که رسیدم ببینید تا اینجا جادوختم این طرفیه، از خط شکست به پایین باید این طرفی بشه و حتما چرت ما باید تا بیخ درز بره. الان برای من رویی رفته، زیری نرفته. پس برای چی ما میگیم چرت حتما تا بیخ درز بره؟ برای اینکه الان یه حرکت خاص میخوایم انجام بدیم. ببینید به نزدیک خط شکست که رسیدم اینجاست. میتونید با خودکار علامت بزنید. این دوخت نیشبخیه من میاد روی درز، یعنی دقیقاً روی درز. یا نه اگر تونستید کنترل کنید بلافاصله بیاید از خط شکست به پایین بیاید روی سجاف، یعنی جادوخت این بالا اونوری بود، این بر این طرفیه. حالا ببینید این نیشبخیه میاد اینجا و اون سمت رو ولی مثل یقه من درز رو باز میکنم و به یک سمت میخوابونم. حالا میریم پشت اتو همراه با شما که یقه تموم بشه. برای اتو کردم ببینید درز رو باز میکنم
و یادتون باشه اگر اینجا لاییتون اضافه بود از پارچه رو بچینید، بعد در واقع اتو کشی رو انجام بدید. ببینید اینجا خط شکسته دقیقاً تا بالا و جایی که حتی مثلا کفی اتوی من میره، این اتو رو بالا میرم. ببینید اگر دیگه تا قسمت هایی نرفت برمیگردونم اینجا رو، عین همون گوشه یقه انگلیسی که اینجا رو باز میکردیم و درز رو باز میکنم، حتی این بالا رو هم باز میکنم و کفی اتوی من به سمت لباس خواهد بود. بعد از اینکه این کارو کردم دیگه این گوشه رو به راحتی برمیگردونم و ادامه کار خیلی راحت تر خواهد بود، برای اینکه من درز رو اتو کردم طوری تا خوردگی بعد اتفاق میفته که تا خط شکست لباس روی سجاف سواره. از خط شکست که اینجا ما با چرت مشخص کردیم، ببینید من دستمو میکشم معلومه اینجا جای چرتمه. از خط شکست به بالا دقیقاً سجاف روی لباس سوار خواهد بود، حتی تو این لاسکنه بالا. حالا رسیدم به یقه. ببینید چون اینجا خیلی خلل و فرج داریم، استفاده از بالشتک خیلی کمکتون میکنه که بتونید کنترل کنید کار رو. ببینید من اصلا کفی اتوم به این سمت نمیاد، فقط روی یقه و درز سجاف. میام این طرفتر، روی یقه حالا این قسمت رو یادتونه که نیش بخیه زدیم؟ الان ببین اینجا هیچ اتویی هم نداره. شما ببینید چقدر سخت، یعنی کنترلش سخت میشه ها، وگرنه میشه. اینو اتو میذارم، بعد دیگه بالشتک رو لازم ندارم. اینجا به دلیل اینکه نیش بخیه داریم برگرده یقمون تا خط شکست. ببینید روی از بالا تا خط شکست روی لباس بود، از خط شکست به پایین روی سجاف. این هم کار بسیار راحتیه، ولی ما دنبال راحتی نیستیم، دنبال زیبایی هستیم. بچه یه چیز بگم، من این خط خیلی رو مخمه، یعنی باید نباشه. به خدا اگرم باشه هیچ اتفاقی نمیافته ها، ولی من میگم یه کار شیک عالی نباید هیچ دوختی از رو دیده بشه. خب اینم از این. بریم سراغ یقه تو تن من، ببینید چه شکلیه. نکته آخری که میمونه در مورد این، ببینید لبه سجاف آزاده. برای اینکه ما مهارش کنیم دقیقاً سجاف رو میذارید روی سرشانه و سوزن نخ دارم من، دلا نخ رو فرستادم تو سوزن. ببینید انگشتتون رو این مابین بذارید و بست شل بزنید، به واسطه بست شل سرشانه رو با سجاف درگیر کنید، چون اگر سفت بدوزی ممکنه سرشانه کشیده بشه و از داخل نمای جذابی نداشته باشه. از رو یه کشیدگی توی شونه میبینید. این رو به این ترتیب درست میکنم، گره میزنم و میرم سراغ سرشانه بعدی. پس این هم شد مهار. اگر دوست داشتید میتونید قسمت پشت رو هم رو درز قسمت پشت لباستون مهار کنید. اینم از این